خب من بدون مقدمه باید برم اصل مطلب رو. ببینید، من یه محقق هستم، یک پژوهشگر بسیار عمیق تو زمینه‌های الهیات، فلسفه و اینها. خواستار محاکمه آقای خامنه‌ای شدم. چجوری؟ ایشون یه کلیپی داره اعتراف میکنه که مثنوی مولوی مولانا اصول دین منه. من این سوال مطرح کردم با توجه به مطالب بسیار بدی که در مثنوی وجود داره و واقعا خجالت آوره و اونایی که تا حدودی آشنایی دارن اینو حقیقتا اعتراف میکنن که این کتاب چقدر علاوه بر این که خجالت آوره یه فاجعه است، یعنی یک ننگنامه رومی هست. یعنی مثلا داستان‌های مثنوی رو شما وقتی مطالعه می‌فرمایید که من دوبار با دقت تمام با تفاسیر مختلف با توجه به معنای درون متنی، یعنی تحلیل خود این کتاب، با توجه به کدهایی که خودش برای تفسیر کتاب خودش گذاشته، وقتی شما مطالعه میکنید میبینید که توی این کتاب اینها خودشون رو اولیاء الله معرفی میکنن و میگن من بعد از مثلا دیدار شمس و مولانا و اینها که معروف هست، ایشون فقیه بوده دیگه. اینکه حکم خدا چیه رو مثل همین حوزوی هایی که الان میگن ما فقیه هستیم، میگن با تحلیل و بررسی قرآن و احادیث میفهمیم حکم خدا چیه. ایشون هم از همین آدم ها بوده، آقای مولوی. بعد از دیدار با شمس تبریزی اونجوری که معروف هست، ایشون یه کدی بهشون میده، میگه شما بیا تو فاز کشف و شهود بگو خداست از زبان ما صحبت میکنه. دیگه نیاز به تفقه و نمیدونم حدیث دیدن و بررسی آیات و اصول فقه و اینا نیست. بگو ما به فناء فی الله رسیدیم و مثل منصور حلاج که به فناء فی الله رسید، خدا از زبان او سخن میگفت. شما بیا تو این فاز و بگو من مرد خدا شدم و خداست از زبان ما سخن میگه و یه لیدر هستی دیگه، لیدر هم هستی و میشه دقیقاً، یعنی خودش میگه امروز منم احمد، نه احمد پارینه، محمد زمان منم دیگه. ببینید، داستان بایزید بسطامی این آقا رو تو مثنوی خیلی دسترس دیگه. با مریدان آن فقیر محتشم، بایزید آمد که نک یزدان منم. میگه من معبود منم، خدا منم. بعد مریداش میگه این حرفا چیه؟ ایشون میگه اگه یه بار دیگه از این حرفا، این صحبت ها از من شنیدید، با چاقو منو بزنید، با قمه بزنید مرا. بعد میگه که حق منزه از تن و من با تنم. این حرفا چیه؟ آخرش سری بار دوم که ایشون میاد تو بازار و با مریداش و اینا، دوباره میگه لا اله الا انا، معبودی جز من نیست. هر کس به این یه چاقو میزده به سفارش خودش، آقای بایزید بسطامی رو یه چاقو که میزده میدید شکم خودش پاره میشه. بعد آخر سر نتیجه میگیری که بابا این واقعا خداست از زبان اینا صحبت میکنه دیگه. یعنی اینا قائل به توحید افعالی هم. یعنی میگن ما در فناء فی الله فناء افعالی رسیدیم، این کارامون کارهای خداست. حتی این سخنهایی که میگیم خدا از زبان ما صحبت میکنن. ببینید محقق گرامی، ببینید هموطن گرامی، این که خدا قدرت داده ما سخن بگیم، غیر از این مسئله هستش که خدا داره از زبان ما سخن میگه. ببینید این چشمندی ها رو اینجوری چشمندی میکنن. اینکه خدا قدرت سخن به من داده، ممکنه توش دروغ بگم، تهمت بزنم. این غیر از اینی که خدا داره از زبان من صحبت میکنه. خدا داره سخن میگه، چی هست چی نیست، چه چیزی باید چه چیزی نباید.
هست‌ها و نیست‌ها، بایدها و نبایدها. آقای خامنه‌ای این کتاب رو داره میگه اصول دین منه. حالا سوالی که من مطرح کنم، این کلیپ رو من واقعا برای روشنگری تاریخی میذارم. از خانواده‌های شهدا، همین خانواده‌های معظم گل‌های پرپر شهدا، نظام واقعا شرافتمندان و مسلمانان نظام جمهوری اسلامی ایران، من سوال میکنم با این اعتراف آقای علی خامنه‌ای که این کتاب این صوفی رومی مولوی، این ننگنامه اصول دین منه، تاریخ خون جوانان شما رو به اسم دربار صوفیه رومی خواهد نوشت یا به اسم اسلام و قرآنی که قبول دارید؟ اینا دو تا چیزه عزیزم، هموطن گرامی، فرهیختگان معظم. این روشنگری ها رو من اگر نکنم، واقعا با علم با این معلوماتی که دارم، این یه وظیفه من و هر انسان با شرفیه. من دنبال چه چیزی میتونم باشم؟ باید این روشنگری رو انجام بدم و شما وقتی متوجه هستین باید اینو مثل برق شعر، یعنی وقتی من میگم این یه چیزیه، یه فاجعه است، تحلیل این حرف و این اعتراف یک فاجعه است. تاریخ آیندگان این نظام رو الان به اسم دربار صوفیه رومی باید بنویسه. تمام مجاهدت‌های تمام مجاهدان که میگن ما مجاهدت کردیم و مجاهد اسلامیم و اینا رو، همه رو با این اعتراف تاریخ به اسم دربار شاه اسماعیل صفوی ها خواهد نوشت، دربار صوفیه رومی خواهد نوشت. ببینید من تو مسیر مطالعاتیم باز اسنادی که کشف کردم در مطالعه آثار صوفیه، از عطار نیشابوری و نمیدونم مولوی و نظامی گنجوی و عبدالرحمن جامی ها و اینها، پدر عرفان نظری شدن که ابن عربی و این جریان نه تنها فقط فلسفه جهان بینیشون اینا رومیه، یونانی رومیه. خب یه سری محققان در تاریخ بودن دیگه، مثل تاریخ کسروی ها، صوفیگری، کتاب صوفیگری، او داره میگه اینا فلسفهشون یونانی رومیه. اما من اثبات کردم با توجه به اعترافات اینا بزرگترین نفوذی های امپراتوری روم در ایران هستن، در لواهای مختلف دینی، غیر دینی، ملی گرایی و اینها. اسب تروان، یعنی اندیشمندان و محققین گرامی، با توجه به آثار اشعار اینها بزرگشون اسکندر مقدونیه. یعنی ذوالقرنین قرآن رو میگن اسکندر مقدونیه، واقعا همجنس باز اله پرست الهه های یونان باستان، اسکندر مقدونی میگن. قرآن میگه ذوالقرنین یعنی اسکندر مقدونی. حافظ همینو میگه، مولوی همینو میگه، حتی فردوسی همینو میگه. آره من میرسم. تو مثنوی همینه. حافظ میگه جز فلاطون خمنشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. اصلا اینا میگن سر حکمت در افلاطونه، افلاطون یونانی. جنگ های تمدن های ایران و یونان باستان و ایران و امپراتوری روم، یعنی همین اروپا، اینا رو مطالعه بفرمایید، یه سرچ ساده بفرمایید، ببینید ما بزرگترین نزاع تمدنی بشری همین تمدن امپراتوری ایران و یونان و روم بوده. مدام در نزاع بودن. اونا اسطوره اسب تروا اسطوره استراتژیک اونهاست. اونا نفوذ و شبیه خون، ببینید فقط به تروا مربوط نمیشه، مربوط به ایدئولوژی هم هست، لباس هایی که در پوشش اونها وارد میشن. این جریان صوفیه رو با توجه به اعترافاتشون، هنوزم که هنوزه حافظان منافع اروپا
امپراتوری روم معاصر یعنی اروپا، به سرکردگی انگلستان و روسیه و واتیکان مخصوصا پاپ. امپراتوری روم یه زمانی توسط یعنی در زمان یکی از این سزارها که اعلام عمومی کرد که مسیحیت دین امپراتوری رومه، از اون تاریخ به بعد در یکی از مکانهایی که اینها یه پاشون رو همیشه اونجا کردن و بر جهان سیطره خواستن پیدا کنن کلیسا بوده، واتیکان، کلیسای کاتولیک بوده. من خواهش میکنم با توجه به این کلیپ و این اعتراف و مطالعه این کتاب مثنوی مولوی و جستجو در المانهای یونانی رومی در آثار این شعرای بزرگ پارسی که همه خیال میکنن اینها واقعا ایرانی هن، در حالی که اینا اصلا ماهیتش اعتراف کردن که یونانی رومی هستن، حافظان منافع اروپان اینها. شما داستان وصیت‌نامه اسکندر مقدونی رومی که تخت جمشید رو به آتش میکشه در شاهنامه فردوسی مطالعه بفرمایید. ببینید این آدرس‌ها رو خواهش می‌کنم مطالعه بفرمایید. یکی در بخش 42 داستان اسکندر مقدونیه، یه وصیت‌نامه‌ای معرفی میکنه شاهنامه. این وصیت‌نامه اینه که اگر میخواید، اسکندر مقدونی وصیت میکنه که همیشه اروپا یعنی روم آباد بمونه، ایران و شرق باید همیشه ملوک و توایفی و با چندین شاه اداره بشه که هر وقت ما احساس خطری متوجه اروپا شد اینا رو بزنیم به جان هم و روم آباد بمونه. دقیقاً بخش بعدی در قسمت اشکانیان شاهنامه، قسمت دوم بخش اشکانیان، این وصیت‌نامه رو دوباره فردوسی نقل میکنه با آب و تاب. آخرش هم میگه چو دانا بود در زمین شهریار، چنین آورد دانش شاهبار. ببینید میگه این چه دانش شاهباریه، به به، این چجوری ایرانی میتونه باشه. ببینید عزیزان، ما انقدر با جریان پنهان اروپایی رومی در ایران مواجه بودیم و هستیم که یعنی حیرت انگیزه. یعنی انقدر حافظ شیرازی خودش میگه صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است حوالتگاهم. حواله کردن منو الان به دیر مغان. من یه صوفیم، مال عالم قدسم هستم. عالم قدسم یعنی دربار سزارها، قیصرها، رومیها، یونانیها. جای دیگه میگه که سپهر برشده، سپهر یعنی روزگار، فقط به معنی آسمان نیست، روزگار بالا اومده پرویزنی است خون افشان. پرویزن یعنی غربال. میگه این روزگار یه غربالی است خون افشان که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است. کسری لقب شاهان ایرانه، پرویز هم خسرو پرویز و ایناست که میگه ریزه این غربال روزگار سر کسری و تاج پرویز است. بفرمایید بخونید عزیزان، این چجور ایرانیه. سر سفره‌های 7 سین ایرانی این کتاب گذاشته میشه. جای دیگه میگه قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. جمشید همون جمع صاحب تخت جمشید، بهمن هم لقب کوروش کبیر در متون یهودیه، قباد هم که این کیقباد و کیخسرو و اینها سلسله از سلسله های ایران باستان است. بعد آخر همین غزل میگه قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ،
که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد. ابریشم طرب رو، دل شاد رو بسته است به ابریشم طرب، یعنی چنگ. ابریشم، اون موقع چنگ می نواختن. ابریشم طرب، ما در کاسه سر جمشید و بهمن و قبادها با نوای چنگ، ناله اینجا یعنی نوا، صدا، با دل شاد قدح می نوشیم. این چجور ایرانیه سروران گران؟ من چجوری میتونم بگم شما داستان دارای داراب در شاهنامه فردوسی رو، اون بخش آخرش رو، یعنی همون قبل از داستان اسکندر مقدونیه، بخش آخر داستان دارای داراب رو، بخش پایانیش رو بخونید، ببینید اسکندر چه سفارشاتی به این آخوندهای زرتشتی اون زمان میکنه که اینا الان هم هستن، لباسهای دینهای مختلف، زرتشتی، اسلام، مسیحیت. میگه شما پس از فتح من جانشینان من باشید، بهترین دختران و پسران رو، اون بهترین خراجها رو بفرستید اروپا، بفرستید دربار ما، بفرستید پیش کارگزاران ما و خودتون باشین آقای ایرانیان، باشین آقای ایرانیان. بخونید خواهش میکنم، اینا رو جستجو بفرمایید، ببینید ما با چه جریان وحشت، با اژدهای هزار سری مواجه هستیم که چه نخبه های ادبی در حد خودشون هستن. ببینید این یک روشنگری برای تمام تاریخ. منظورم چجوری باید مثلا چشم‌بندی میکردم، با همین روشنگری دست به دست شما باید اینا تکثیر بشه، اینا باید به آگاهان، کسایی که اینا رو میدونن بررسی کنن، واقعا شوکه بشن، حداقل ببینن اینا ما از چه چیزی غافلیم، به نسل ها برسه، ببینن این جریانی که الان در ایران حاکمه، میگه مثنوی مولانا اصول دین منه، اینا صوفیه گفتن ما رومی هستیم، پنهان و آشکار گفتن این حافظان منافع اروپا. این ننگنامه مثنوی چطور ممکنه اصول دین کسی باشه؟ این آثار صوفیه رو، حتی فردوسی رو شما وقتی میخونید میبینید که تمام اون حماسه های شاهنامه دقیقا حول محور همین وصیت نامه. رستم از سیستان بلند میشه میره اونو میکشه، اون شاه اونو میکشه، اون میره اونجا حمله میکنه، اون به اون خنجر میزنه، اون از داخل دربار شاه رو به قتل میرسونه. همه اینا برای چیه؟ فردوسی میگه این مقتضای وصیت نامه اسکندر مقدونی هستش که میگه برای اینکه اروپا، یعنی روم، یعنی آباد بوم، همیشه آباد بمونه، این ایران و شرق باید همیشه در آشوب و جنگ و نزاع و به اسم ملیگرایی و اینها باشه. این فاز ملیگرایی صوفی است. ترواهای رومی در ایرانه. آخه اینو مطالعه بفرمایید، شاهنامه رو هم بخونید، ببینید این آدم بزرگ، این آدم اسکندر مقدونیه. شاهنامه در واقع بیشتر واقعا بپرسید، خودتون مطالعه کنید، ببینید غارت و غارتگری در ایران و شرقه. حرفهای قشنگ هم داره، ملیگرایی و این بلد رستمی بزرگ اینا هست. به شاهکارترین وجه ممکن اینو به تصویر در شاهنامه به تصویر کشیده است. من تقاضا میکنم این کلیپ های منو تو این پیجم و در واقع توی کانال یوتیوبم دونه دونه‌شون حتما مطالعه کنید تا به یه جمع‌بندی برسید. من هر کلیپم برای تاریخ دارم اینا رو میزنم، دست اینا باید کوتاه بشه. این آدم باید به خاطر، ببینید این که میگه مثنوی مولانا اصول دین منه، این اگر توسط خود خانواده های شهدا، شرافتمندان نظام که واقعا بر اساس قوانین خودشون محاکمه بشین، اصلا از جایگاهش باید خلع بشه، محاکمه باید بشه و چه احکامی داره واقعا قابل اثباته. و من این پرچم رو بلند کردم، اینو برای تاریخ میگذارم. من برای خود نمایی چرا باید این مطالب به این مهمی رو من باید ارائه بدم؟
در پیج اینستاگرامم، در پیج همین علیرضا علمخانی، پیج یکی از پیج هامه در اینستاگرام، اینا اسنادشو گذاشتم، سخنرانی هایی رو گذاشتم. خیلی ساده است اما عمق داره، باید بررسی بشه. من خواهش میکنم اینا رو واقعا مطالعه بفرمایید و به اونایی که اهل فنن ارائه بدید، حداقل فکر کنم ببینن این من یه حرفی دارم میزنم. من دعوت به محاکمه آقای علی خامنه ای دارم میکنم بابت این اعترافش. این فاجعه است. لوازم این اعتراف واقعا اگر کسی عمیق شه به این حرف که این کتاب اصول دین ایشونه، ایشون اصلا این یه چیز حیثیتیه برای کسایی که اصلا این آدم رو قبول دارن. حیثیت و آبرو و ایناست. هرچند که هزار تا توجیه همین وسط آورده باشن که آقا منظور ایشون اینا، این اعتراف آقا ایشون اعتراف صاف و صحیح و سالم داره میگه که مثنوی مولانا اصول دین منه. برید مثنوی رو بخونید ببینید واقعا چجوری دستور غارتگری میده به اسم اولیاء خدا. واقعا برید بخونید داستانهاشو ببینید نتیجه که میگیره تمام در راستای اینه که ما اولیاء خداییم، خدا هست، همه این حرفای دینی رو میزنه، منتها میگه ما خداست، از زبان ما سخن میگه و تقریبا سلطان منم دیگه. دارن میگن سلطان همیشه امروز منم احمد، نی احمد پارینه. خواهش میکنم بررسی بفرمایید، تحلیل بفرمایید با زبان الکن من، با توان محدود من، با واقعا ضعف اقتصادی من. اینا رو من مجبور شدم، واقعا باید این کار رو میکردم. شما هم به آگاهان شیر کنید، پیجم رو معرفی کنید، فکر کنن، کانالم یوتیوب رو مطالعه بفرمایید، متوجه بشن من چی دارم میگم. این با یه کبریت میشه یه جنگل رو با آتش کشید. با همین دست به دست کردن و همین شیر کردن هاست که این مطالبه به نتیجه میرسه. وگرنه من به تنهایی چه خاکی باید به سرم بکنم؟ اگر حمایت شما نباشه این حرفهایی به این مهمی که آدم میتونن خلع کنن از جایگاه خودش، چجوری واقعا میتونم این کار رو بکنم بدون حمایت و شیر شما، اشتراک گذاری شما، اندیشه شما؟ واقعا نباید فرصت رو از دست داد. این بهترین موقع است این شجره خبیثه رو، این درخت شیطانی رو این از تمدنمون ما بکنیم بندازیم دور. حتی مسلمان ها هم راحت بشن از شر این دکانداران یونانی رومی و ایران و ایرانی ستیز. خیلی سپاسگزارم از حسن توجهتون. خواهش میکنم شیر و تکثیر بفرمایید. متشکرم. امروز 5 دی ماه 1404 هست. متشکرم.